رفتیم. قبل از انقلاب اسلامی در ایران، مهندسین و معماران در تهران طرح شهرکی را ریختند در قسمت شمالی شهر که می‌گفتند شهرکی نمونه خواهد شد و ساختمان‌ها با مصالح و وسایلی که بیشتر آن از کشورهایی که به قول خودشان پیشرفته تر است ساخته خواهد شد. بالاخره خانه ما هم در یک فازی از این شهرک ساخته شد و درست در اوایل انقلاب به منزل جدید نقل مکان کردیم. منزل ما تقریباً اولین منزلی بود که ساخته شده بود و جزو اولین ساکنین آن فاز بودیم. تک و توکی زمین بود که در آن مشغول ساختمان بودند. بیشتر صاحبان زمین‌ها دودل بودند چون انقلاب شده بود، اوضاع مملکت نابسامان بود و نمی‌دانستند چه آینده‌ای در انتظار مملکتمان خواهد بود. مدتی به تنهایی در منزل جدید و منطقه جدید زندگی کردیم تا ساختمانی که مشغول ساختمان بودند در زمانی که ما نقل مکان می کردیم آن هم ساخته شد و بعد از مدتی صاحبان آن در منزل جدیدشان ساکن شدند. مالکین جوان این خانه زن و شوهری بودند که آقا ایرانی و همسرش خانمی بود اسپانیایی به نام نیویس که خیلی خوب فارسی را یاد گرفته بود و صحبت می کرد. دارای 2 فرزند دختر و پسر بودند که مادر با آنها به زبان اسپانیولی صحبت می کرد. بین ما 2 خانواده خیلی زود دوستی برقرار شد. در این رفت و آمدها و گفتگوها فهمیدم که نیویس و همسرش علی آقا در نیویورک درس می‌خواندند و بعد از مدتی آشنایی و رفت و آمد علاقه بین آنها به وجود آمد. علی آقا از یک خانواده مسلمان تقریباً متعصب ایرانی و نیویس دختری خوشگل، خوشقد و بالا بزرگ شده در یک خانواده کاتولیک مسیحی در اسپانیا. بعد از اتمام تحصیل و گرفتن مدارکشان تصمیم میگیرن که هر یک به ممالک خود مراجعت کنند. ولی علی آقا چنان عاشق و شیفته نیویس شده بود که او هم به جای آمدن به ایران و دیدار و بودن با خانواده به اسپانیا رفت که بیشتر با نیویس باشد. در این زمان در ایران تظاهرات و ناآرامی ها شروع شده بود تا اینکه بالاخره مملکت جمهوری اسلامی شد و پادشاهی و سلطنت 2000 ساله ایران با یک فرمان عاریانه به تاریخ پیوست. در این اوضاع آشفته و نابسامان مملکت، علی آقا پس از مدتی اقامت در اسپانیا و رفت آمد با خانواده نیویس و آشنایی با آنها از نیویس خواستگاری و تقاضای ازدواج می کند. البته خانواده نیویس جواب مثبت نمی دادند. با این اوضاع و احوال ایران و خبرهای ناخوشایندی که هر روز در روزنامه‌ها و مجلات دنیا چاپ و منتشر می شد، موافق نبودند که دخترشان را به یک مرد مسلمان خصوصاً ایرانی بدهند. نیویس تعریف می کرد. آنقدر علی آقا سبد گلهای زیبا و بزرگ و کادوهای مختلف به منزل آنها فرستاد تا بالاخره والدین نیویس به این ازدواج رضایت دادند. نیویس و همسرش به ایران آمدند و پس از مدتی زندگی در نقاط مختلف تهران زمینی خریدند و شروع به ساخت آن کردند تا اینکه منزلشان ساخته شد و ما با هم همسایه شدیم. در فرهنگ ما هست که با یک کله قند و یا دسته گل به دیدن همسایه تازه می رویم. خب بعد از مدتی ما هم همین کار را کردیم و پس از آن دوستی بین من و نیویس برقرار شد. اغلب دوتایی با هم می نشستیم، قهوه و یا چای می خوردیم
و به قول معروف از هر دری سخن می گفتیم. نیویس خیلی به علی آقا علاقه داشت. برای همین علاقه خیلی با خانواده شوهرش با احترام و با محبت رفتار می کرد و برای اینکه بتواند با آنها صحبت کند زبان فارسی را هم یاد گرفته بود و خوب حرف می زد. منتها با لهجه اسپانیولی که همه ماها همینطور هستیم. وقتی که زبان دیگری یاد می گیریم با لهجه خودمان حرف می زنیم. ولی متاسفانه می دیدم که به علت تعصب مذهبی خانواده بزرگ علی آقا رفتار معکوسی با این عروس خانواده داشتند که اغلب نیویس مرا در جریان می‌گذاشت. نیویس روزها در این خانه بزرگ در شهرکی خلوت و تا اندازه ناامن به سر می‌برد، چون اوایل انقلاب بود و ناامنی‌ها کم کم شروع شده بود. از آنجایی که خارجی‌ها اغلب سگ و یا گربه‌ای را در خانه دارند و با این حیوانات همچون یکی از اعضای خانواده خود رفتار می‌کنند، بالاخره با موافقت همسر، چون بقیه فامیل این حیوانات را نجس می‌دانند و آنها را به خانه‌های خود راه نمی‌آورند. سگی از نژاد ژرمن شپرد خریدند و به منزل آوردند که هم در منزل مونس نیویس باشد و هم از خانه محافظت کند. اسم تیم را روی سگ گذاشتند. تیم چقدر زیبا بود، چقدر باهوش بود و چقدر با محبت بود. در اثر رفت آمدی که من با نیویس داشتم، او هم با من دوست شد و واقعاً به او محبت داشتم و او هم مواظب من بود. گاهی اوقات که من برای پیاده روی می رفتم، اگر تیم بیرون بود دنبال من همچون محافظی می آمد و اگر در منزل بود و می فهمید که من می روم برای پیاده روی، آنقدر صدا می کرد تا بالاخره نیویس می آمد و او را بیرون می آورد و او مرا همراهی می کرد. نیویس خیلی خوب او را تربیت کرده بود. مخصوصاً به او یاد داده بود که گوشت و یا غذای کوچه و خیابان را نخورد، چون نیویس میدید به علت اینکه در آن منطقه سگ زیاد بود، هر از گاهی شهرداری گوشت‌های سم‌آلود را در کوچه ها می‌ریخت و آن حیوانات زبان بسته می‌خوردند و جان می‌دادند که بعد کامیون‌های شهرداری می‌آمدند و اجساد را جمع می‌کردند. اغلب تابستان‌ها نیویس همراه 2 فرزندش برای دیدار فامیلش به اسپانیا می‌رفت و نگهداری و مواظبت از تیم به عهده علی آقا و سرایدار منزل بود. یکی از روزهای تعطیلات آخر هفته علی آقا برای سرکشی ویلایشان به شمال رفت و در نتیجه سرایدار مسئول و مراقب خانه و تیم بود. یک روز سرایدار تیم را بیرون برد و خودش مشغول رسیدگی به کارهای خانه و باغچه شد. اتفاقاً آن روز شهرداری گوشت‌های سمی را در کوچه ها ریخته بود. تیم مشغول گشت و گذار بود که گوشتی را می‌بیند. با وجودی که نیویس به او یاد داده بود که گوشت بیرون را نخورد، ولی خب گرسنگی فراموشی می آورد و او تکه‌ای از اون گوشت را می خورد و این سگ با وفا در حالی که از درد به خود می پیچید، با وجود این خود را به درب خانه می رساند و در آنجا جان به جانان می دهد. طرفهای غروب بود که زنگ در خانه ما به صدا در آمد. کارگر منزل نیویس بود. با صدایی گرفته و نالان گفت: خانم بیایید پایین ببینید بر سر تیم چه آمده. وای چه حالی شدم وقتی که جسد بی جان این حیوان بی آزار با وفا را دیدم. اشک از چشمانم جاری شد.
سرایدار پرسید او را کجا خاک کنیم. گفتم این همه زمین بایر است. گفت خانوم قبله کدام طرف است؟ گفتم این حیوان زبان بسته را هر طرف خاک کنی همان طرف قبله است.